وضعیت قسمت درجه 3 برامون بگی. شنیدم تو این کشتی خیلی خوب. از این بهتر ندیدم خانم. اصلا موش نداره. شما کجا زندگی میکنید آقای دارسی؟ در حال حاضر که آدرس من کشتی تایتانیک، بعدش هر جا که خدا بخواد. هزینه سفر رو چطور تهیه کردی؟ برای خرج سفرام کار میکنم، معمولا تو کشتی های بخار. برای بلیت تایتانیک خیلی تصادفی و شانسی به دستم رسید و از این بابت خوشحالم. هرچی لازم دارم اینجا همراهمه. هوا توی شوشام و چند برگ کاغذ سفید. دوست دارم صبح بیدار شم و ندونم چی پیش میاد، چه کسی رو میبینم، به چی بر میخورم. برای شب زیر پل خوابیده بودم و حالا توی بزرگترین کشتی جهان در کنار شما آدمای خوب داره از من پذیرایی میشه. معتقدم زندگی یه هدیه است و ندارم هدرش بدم. نمیدونی فردا چی برات پیش میاد. زندگی رو همونطور که پیش میاد بپذیر. بگیر که هر روزش به حساب میاد. گل گفتی جک.